إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله سبحانه وتعالى معبود حق رب العالمین، الله سبحانه و تعالی را حمد و ثنا و شکر و ستایش میکنیم که به ما بار دیگر توفیق داد که همراه شما اینجا صحبتی داشته باشیم و از الله طلب میکنیم که این محاضره ما را، این مجلس ما را مجلس مبارکه بگرداند و اجر و ثواب و درجات را به ما نصیب بکند و به شما حاضرین الله سبحانه و تعالی رحمت و مغفرتش را ارزانی بدارد. برادران عزیز و خواهران ارجمند اهل توحید، بارک الله فیکم. امروز من میخواهم در بالای تقلید صحبت بکنم. البته ناگفته نماند که صحبت گذشته ما، محاضره یک مجلس گذشته ما همراه شما درباره انا همچنین تقلید بود، لیکن او سرشویش بود که چگونه مذهب ها در کدام عصر به وجود آمدند و یگان نفر از علماها نگفتند که به من تقلید بکنید و تقلید، واجب گفتن تقلید در یک مذهبی معین یا بر یک مذهبی معین این یک گمراهی بیش نیست و غیره، که این صحبت ها حالا میتونید در یوتیوب شاید باشد پیدا بکنید. برادر عزیز، در مسئله تقلید چرا ما میخواهیم صحبت بکنیم؟ سبب این است که امروز علمای باطل، علماء سوء، اهل بدعه، علمای طاغوت پرست بر علیه اهل سنت و الجماعه، بر ضد اهل سنت و الجماعت یگانه حجتی که دارند همین تقلید است. ما وقتی که در موضوع توحید صحبت میکنیم، کفر بالطاغوت، الولاء والبراء، الایمان والاسلام، مسائل اصول دین صحبت میکنیم، البته که در هر یک موضوع ده ها آیت قرآنی که آیت های محکم است، نه متشابه، ظاهر و واضح، محکم و قطعی، قطعی الدلاله، قطعی الثبوت، هم از نظر صحیح قطعی الثبوت، یعنی حدیث های صحیح اینچنین ده ها، صدها قول سلف، کتاب ها را ذکر میکنیم و به شما برادران و خواهران عزیز ملت فارس به ساده و عادی به یک طرز مختصر کوشش میکنیم که به شما یک فهمتر دین را، همون دینی که الله از همون راضی است، قرآن است و سنت است و مذهب فهم سلف صالح است، اجماع است، به شما برسانیم. وقتی که ما این را به شما رسانیدیم، شما هم عقل دارید، شما هم فطرت دارید، عقل شما به کار می آید، فطرت شما به جوش می آید، بالاخره حق را قلب شما انتظار است. کی هاست که قلب شما انتظار حق است و عقل شما یک بار درک حقیقت میکند و حق را الحمدلله هزارها نفر دارند قبول میکنند. علمای اهل بدعت شما را به نام یک موضوع به چالش کشیدن میخواهند، شما را به گمراهی کشیدن میخواهند. میگن که تقلید به مذهب فرض است، یعنی واجب است. وقتی که میگن واجب فرض، یعنی تقلید به مذهب واجب است. یعنی وقتی که تقلید به مذهب نکردی تو یک گناه کبیره گرفته شدی. چگونه که واجب از واجبات ها هست، واجبات های دین، میگه تقلید هم واجب است. برای همین باید شما دانید که تقلید چیست. چرا تقلید رو این علما از پیش خود واجب گفتند؟ اون چیزی رو که الله در قرآن واجب نگفته، در سنت رسول الله واجب نگفتند. یگان نفر از صحابه در موضوع تقلید واجبیت صحبت نکرده، بلکه قرآن و سنت و اجماع صحابه بر مذمت تقلید است، بر انکار تقلید است.
امروز آمدن این علما دارند قرآن و سنت رو به نام تقلید میزنند، اهل سنت رو به نام تقلید میزنند و شب و روز در نول اینها تقلید مذهب بکنه. تقلید کردن واجب است، لااقل معنی داد بکنید، تفصیلاتش را بگویید. سخن شما پر از تعصب است، سخن این علما پر از تعصب مذهبی است. حالا ببینید کتاب های زیاد در بالای تقلید نوشته شده است. مثلا ابن حزم الظاهری ابطال التقلید گفتن کتاب دارد، خیلی کتاب قوی است، مطولات و مختصر هم دارد. و حکم التقلید این چنین وجود دارد که یکی از علمای نجد 1225 هجری نویسند، محمد ابن ناصر التمیمی النجدی رحمه الله. و حکم التقلید یا ابطال حکم التقلید شیخ الشیفری دارد، یکی از استاد ما بود، در باب اصول فقه در نزدش تعلیم گرفته بودیم. و هر یک کتاب اصول فقه که امروز در عالم اسلام وجود دارد، از کدام مذهب نباشد، در آخر همین کتاب اصول فقه موضوعی یکی از موضوعهای آخرین همین باب اجتهاد و باب تقلید است. نظر کنید ابن قدامة المقدسی رحمه الله در کتاب روضة الناظر و جنة المناظر در آخرش در باب تقلید و همه مذاهب ذکر میکنه. کدام مذهبی نباشد ذکر است در باب اصول. این مسئله اصولی هست و معروف است که علمای اهل بدعت بخصوص علماء السوء که امروز در ملت فارس وجود دارد و تاجیک و غیره، این علماء السوء در باب اصول منهج اهل سنت و الجماعت رو ندارند، حالا اینکه اصلا اینها علم اصول رو ندارند. علم اصول فقه یکی از علمهای قوی و نادر و خیلی هم علمی که در حقیقت حرکت میخواهد و منهج میخواهد. این علم اصول رو ندارند. چگونه معامله کردن با قرآن، چگونه از قرآن استنباط گرفتن و چگونه از سنت استنباط گرفتن و غیره ندارند. نه ناسخ و منسوخ، نه عام و خاص، نه مطلق و مقید، نه مسئله اجتهاد و مجتهد، نه مسئله تقلید و اتباع. و اصلا فرقی تقلید و اتباع و علم و تنحیت و این چیزها رو نمیروند. و همین جهل سبب به وجود آمدن گمراهی ها و سبب تعصب شده است. بیاید من به شما امروز یک معلومات مختصری درباره تقلید بدهم تا که وقتی که علماء اصول شما رو میخواهند به واسطه تقلید گمراه بکنند شما بفهمید که تقلید چی معنی دارد، تقلید چی سخن است و از این سخنهای علما آیا استفاده برده می شود یا که این علما از نام دین دروغ میگویند. تقلید در لغت تمام علمای معروف عرب بمانند محمد ابن ابي الفتح البعلي در کتاب المطلع على الفاظ المقنع 87 صفحه، مقایس اللغه لابن فارس مجله 5 صفحه 19، لسان العرب لابن منظور مجله 30 صفحه 366، مختار الصحاح خیلی معروف است. مختار الصحاح برای طالب علم خودمون خیلی استفاده میبریم. للرازي 259 صفحه، الصحاح للجوهري خیلی هم اینم کتاب معروف است، مجله 2 527، اساس البلاغه للزمخشري مجله 2 صفحه. این از همه کتاب های معروف ترین لغت. از این دیده دیگر کتاب معروفی در لغت عرب وجود ندارد. هست فیروزآبادی و غیره هست، لیکن این معروف ترینش است که فرقی نیست. میگن که وضع الشیء فی العنق مع الاحاطه به، گذاشتن یک چیز به گردن و گردن رو همون چیز احاطه بکند، یعنی یک چیز دایره ای که کاملی گردن شما به دایرهش بگیرد. و یسمى ذلك قلاده یا قلاده، و این نومش قلاده میگن. قلاده یک گردن اندازی که عادتا در زمان قدیم به گردن غلام ها می انداختند، یک گردن بند. امروز البته غلامداری نیست. امروز ببینید کفارها وقتی که سگهای خود را گران میگردند به گردن سگ همیشه یک قلاده بستگی است، گردن بند. التقلید یعنی یک گردن بند گفتن چیز است در لغت. و این چنین در لغت کلمه تقلید به معنای الالزام می آید و التناوب.
پس اصل ماده تقلید میگن که الاصل هذه الماده و اصل هذه الماده يدل على تعلیق شیء و يدل على تعلیق شیء، گذاشتن یک چیز تعلیق شیء. اما تقلید در اصطلاح شریعت یا در اصطلاح علمی قاعده که ما باید فهمیم، علما خیلی گوناگون معنی داد کردند. لا مشاحت فی الاصطلاح، هیچ کشمکشی در اختلاف و کشمکشی در نامگذاری اصطلاحات نیست. لیکن ببینید که ابن تیمیه رحمه الله تقلید را چی گفتند. در کتاب مسوده صفحه 452 آمده است که قال ابن تیمیه رحمه الله التقلید هو قبول القول بغیر دلیل. تقلید قبول کردن یک سخن بدون دلیل. یک نفر از نام دین به شما میگوید که انمین درست است و انمین درست نیست. این چرا دلالت میکرد؟ اگر وقتی که دلیل نگفت، حجت نگفت و شما او را گوش کردید، انمین تقلید به دلالت میکرد. شما تقلید کردید. یک انسان سخن کرد، یک انسان به شما یک مسئله رو بیان کرد بدون دلیل، نقل کرد و رفت، شما هم همین قبول کردید و رفتید بدون دلیل، شما به همون تقلید کردید. یعنی قبول کردن سخن یک انسان بدون فهمیدن حجتش، بدون دلیل، بدون هیچ چیز. هر کسی رو که سخنش رو قبول کردید بدون دلیل، شما به همون تقلید کردید. جورجانی میگه که خیلی که در کتاب التعریفات صفحه 64 آمده است، میگه که عبارة التقلید عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا للحقيقة فيه من غير نظر ولا تأمل في الدليل. یعنی عبارة از پیروی کردن انسان به غیرش است در سخنهایی که میگه، در فعلهایی که میگه، یا اعتقادی که دارد در حقیقت یک چیزه به غیر نظر کردن و تأمل کردن به دلیل. یعنی به عمل کردن یک کس، به مانند یک کس عمل میکنی، به مانند سخنش سخن میگویی، به مانند اعتقادش اعتقاد میکنی، در حالتی که دلیل نمیدونی دلیلش رو، از کجا او اعتقاد دارد، از کجا این اعتقادش رو گرفت نمیدونی، لیکن اعتقادت رو مثل همون میکنی. از کجا این عمل میکند نمیدونی، لیکن عملت رو مثل همون میکنی. از کجا او سخن میگوید نمیدونی دلیلش رو، لیکن مثل همون سخن میکنی. چگونه ای که امروز ما ده ها نفر، صدها نفر جوانهای تاجیک رو میبینیم که خودشون رو حنفی میگویند، لیکن در اصل اینها حنفی نیستند. اینها در مذهب مولوی هستند. مذهب اینها را نباید ما حنفی بگیم، مذهب اینها را ایشانی مذهب بگیم، یا که مولویه یا که حاجی میرزایی. برای که اینها اگرچه نام خود را حنفی میگن، لیکن تقلید از سخنی کی میکنند؟ از سخنی یک ایده، فقط از سخنی میرزا، یک ایده از اژدهار بختری، یک ایده از حکمت الله مشرک، یک ایده از نوریدینی که برادری رافضه ها، و یک ایده از قزاقانی شرقشناسی جاهل، یک ایده از امام علی. امام های اینها همین است. اینها به همین ها تقلید میکنند، به فتوای همین ها تقلید میکنند. یعنی وقتی که سخن ایشانشان را شنیدند، مولوی را شنیدند، او معروف است که بدون دلیل میگد. دلیل اونها فیلم هندی یا که عجوز کمپیوتر این آن، او دلیل نمیشود. یعنی سخن را بدون دلیل که گفت، شما ای مردم پیروی کردید، شما مقلدی کی شدید؟ مقلدی همین ایشان ها شدید. شما مقلدی ابو حنیفه نیست. مقلدی ابو حنیفه نیست، زیرا که سخن ابو حنیفه رو شما ندیدید. اینها از نام ابو حنیفه بسیار سخنهای دروغ رو میگن. بارک الله فیکم. از همین جهت خیلی در این مسئله احتیاط باشید. کلمه تقلید رو فهمیدید؟ بله. علما قولی زیاد گفتن، اخذ قول الغیر بلا حجه، گرفتن سخن غیر بلا حجه. قسم از علما گفتن العمل بقول الغیر بلا حجه. شیسری میگه که همه اینها تعریفات است که ما به اینها یک اعتراض میکنیم. قول خوبش میگه همین است که التزام المكلف في حكم شرعي بقول الغير بلا معرفة حجيته. یک انسان مکلفی که مکلف است، یعنی به سن مکلفیت، وظیفه دار و مسئولیت رسیده است، خودش را به یک سخنی کسی ملزم میشمارد. یک کس به خودش چی میکند؟ پیرو میداند، به یک کسی تقلید میکند و ملزم یک نفر میشد، در حالتی که دلیل او را نمیداند. بدون دلیل کورانه رفتن. به تاجیکی، به زبان عرفی خودم و تاجیکی اگر بگیم، کورانه از عقب یک انسان رفتن. یک انسان به تو نه قرآن دلیل بیاورد، نه سنت دلیل بیاورد، نه صحیح و ضعیفیش اقلا یک مرتبه فهمی پروان نداشته،
کورکورانه رفتن میگیری، تو مقلد هستی. این تقلید های جایز است یا نیست؟ حالا ما به این چیز میرویم. اول تقلید رو فهم، بعد به این چیز میرویم. حالا ما پیش از تقسیمات تقلید در کجا جایز نیست، در کجا جایز است، کدام انسان ها جایز نیست و کدام انسان ها جایز است، باید دانیم که ما دو کلمه داریم، کلمه تقلید داریم و کلمه اتباع داریم. اتباع، فرق بین این دو کلمه رو ما اهل سنت و الجماعت باید دانیم. برادرای عزیز، باید دانید که این دو کلمه فرق دارد. فرق بین تقلید و بین اتباع در کجاست؟ اولا علما میگن کل من اتبعت قوله، هر کسی که تو پیروی کردی از قول او من غیر معرفتی دلیلی، اما دلیلش رو نمیدونی، بدون دانستن دلیل به کسی پیروی کردی، پس تو مقلدی همون هستی، تو تقلید کردی. این تقلید است بدون دلیل، سخنش رو گرفتی، بدون دلیل عقیدهش رو گرفتی، عملش رو گرفتی، پس تو مقلد هستی. اما اتباع چی؟ و کل من اوجب عليك الدلیل اتباع فقوله في قوله اتبعت فأنت متبعه والاتباع في الدين مسوغ. نظر بكيت بكتوبي جامع بيان العلم وفضله لمحمد بن عبد البر رحمه الله، مجله دوم صفحه 992. هر کسی که بتو دلیلش رو در سخن کردنش آورد، هر کسی که بتو در یک موضوع دلیل رو از قرآن و سنت ذکر کرد و بعد از فهمیدن دلیلش تو به همون موضوع پیروی کردی، همون موضوع رو قبول کردی، پس تو متبع هستی، مقلد نیستی. مختصری سخن چی است؟ مختصری سخن همین است که تقلید پیروی کردن، سخنی کسی رو گرفتن و عمل کردن بدون دلیل، دلیلش رو نفهمیده پیروی میکنی. اما اتباع به دلیل پیروی کردن است. وقتی که به دلیل پیروی کردی تو اتباع کردی. برای همین ما توحید الاتباع داریم. توحید الاتباع همین است که یگانه و تنها محمد صلی الله علیه و سلم، رسول الله، خلیل الله را تو باید پیروی بکنی. اتباع برای چی؟ برای که پیامبر از هوای خودشون صحبت نکردن، هر یک صحبتی که کردن وحی بود. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. سخن پیامبر قرآن بود یا سنت بود؟ ذکر بود. ذکر این قرآن و سنت است. از همین جهت با پیامبر پیروی که کردی، با قرآن و سنت که پیروی کردی، با فهم سلف صالح، تو را مقلد گفته نمیشود، تو را متبع گفته میشود. وقتی که با یک عالم نظر کردی و اون عالم به دلیل یک مسئله رو بیان کرد و تو پیروی کردی، به خاطر دلیلش و به خاطر قوی بودن دلیلش تو مقلد نیستی، در اینجا تو متبع هستی. برای که این عالم نگفت که بله جایز، اگر به تو یک مسئله رو بله جایز گفته باشد، تو دلیلش رو ندیده، فلان عالم جایز گفت منم جایز میگم، این تقلید است، برای که دلیل رو ندیدی. اما فلان عالم گفت که این دلیل یک از قرآن، دو از قرآن، سه از قرآن، این دلیل از سنت رسول الله یک چند تا، این دلیل از صحابگان، فهم صحابگان، اجماع آورد، در اینجا پیروی کردی. در اینجا تو بعد از دیدن دلیل، بعد از معرفت دلیل که پیروی کردی، این رو اتباع گفته میشد، تقلید گفته نمیشد. و امروز الحمدلله بسیاری طالب علمان و بسیاری برادرایی که در گرد اطراف ما هستند، اینها مقلد نیستند، متبع هستند. متبع یعنی به دلیل دین خود را ثابت میکنند، حرکت میکنند، میآموزند، میپرسند و به دلیل ثابت میکنند. این است فرقی تقلید و اتباع. اهل بدعت به شما شبهه میکارند و میگن که من شما به ابن تیمیه تقلید کردید، به محمد ابن عبدالوهاب تقلید کردید، به ابن باز و یگان کفر دیگر، به یگان نفر دیگر تقلید کردید، به علی ابن خدای تقلید کردید، به علمایتون تقلید کردید. ما میگیم که نه، ما سخن ابن تیمیه را که بدون دلیل گفتند هرگز در مسائل بخصوص اعتقادی یا بزرگ قبول نمیکنیم. یا در مسئله که سنت پیامبر واضح هست، ابن تیمیه دیگر سخن کردند، سخن ابن تیمیه رو به یک طرف میگذاریم. هر سخنی که ابن تیمیه رحمه الله در اساس دلیل قرآن و سنت صحیح، سنت صحیح به فهم سلف این امت آورده باشند، بله ما قبول میکنیم. نه به خاطر تقلید کردن به ابن تیمیه، به خاطر دلیلش، به خاطر اینکه مذهب سلف ذکر کرد، اجماع ذکر کرد.
اجماع که همه سلف همین مذهب بودن و ابن تیمیه هم همچنین، ابن القیم همچنین و اینچنین ابن تیمیه هم و همه علمای اهل سنت و جماعت رو ما همچنین قبول میکنیم رحمهم الله. و این قبول کردن ما علما رو همچنین به همین منهج، این تقلید نیست. ای جوهلا که اهل سنت رو طعنه میزنید که ابو حنیفه رو تقلید کردنش رو ترک کردید لیکن شما ابن تیمیه رو تقلید میکنید مگر ابو حنیفه بهتر. نه، ما همه علما رو قبول داریم. هر عالمی که با دلیل سخن میکند، دلیلش واضح هست، مذهب اهل سنت واضح هست، اجماع را نقل میکنه، ما باید پیروی میکنیم. خواه ابو حنیفه باشند، خواه مالک باشند، خواه کسی دیگر باشند، خواه ابن تیمیه و غیره و غیره باشند رحمهم الله. زیرا که سخن همه این علما وقتی که به دلیل قبول کردیم باز میگردد به قرآن و سنت و فهم سلف که پیامبر ما را به همین چیز گذاشتن. گفتن ترکت فیکم امرین لن تضلوا من بعد این تمسکتم بهما، قرآن و سنت. من به شما دو چیز رو میگذارم که اگر به همین دو چیز چنگ زدید بعد از من گمراه نشید، قرآن و سنت. در جای دیگر گفتن تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، سنت خلفاء الراشدین فهمی خلفاء الراشدین. چه که الله میگه فین آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر ایمان بیارید به مانند ایمان آوردن صحابگان مسلمان میشید، یعنی هدایت مییابید. و در روایت دیگر میگه که عیناً درباره هدایت بود که حالا به یادم به ذهنم نماده است. این آیت هم دلالت میکرد که اگر مثل صحابگان هدایت شما مثل هدایت صحابگان اعتقاد عملتون باشد در همین حالت قبول است. پس فهم صحابه در قرآن و سنت ثابت شد. وقتی که علما به دلیل صحبت کردن باز میگردن به قرآن و سنت و فهم صحابه، ما هم از همین جهت قبول میکنیم. این تقلید نیست. اما یک انسان بیاد و بگه که جایز است نه قرآن دلیل نه سنت دلیل نه اجماع نه فهم صحابه از پیش خودش ایجاد کرد، قبول نیست. انا این اگر قبول کنید مقلد میشوی. فهم شد؟ بارک الله فیکم. فرق بین تقلید و فرق بین اتباع فهمیده شود. من و شما از نظر شریعت به کدامی این از دو این چیز مأمور هستیم؟ الله ما را به چی امر کرد؟ به اتباع یا که به تقلید؟ الله ما را به اتباع امر کرد. فاتبعوا، پیروی کنید، ملت ابراهیم، به ملت ابراهیم. فاتبعوا که پیامبر صلی الله علیه و آله با این چنین امر کرد. ولا تتبعوا اهواءهم، اتبع ما انزل الیک من ربک ولا تتبع اهواءهم. پیروی بکن، متابعت بکن به همون چیزی که به تو نازل شد از نزد الله، اما به هوای هوس اونها پیروی نکن. این امر الله است و این چنین خیلی زیاد است، ما در آینده ذکر میکنیم. حالا بارک الله فیکم اکنون میگذاریم به مسئله سوم. معنای تقلید رو فهمیدیم، فرق بین تقلید و متابعت رو فهمیدیم که تقلید پیروی کردن بدون فهمیدن دلیل و حجت، جاهلانه و کورکورانه. اتباع پیروی کردن از قرآن و سنت، به دلیل پیروی کردن. اکنون مسئله سوم که باید خوب دقت بدید بیاموزید، انسان های مسلمان ها از نظر طبقه بندی علمی به چند قسم تقسیم می شوند؟ به کدام اینها تقلید حرام است و به کدام اینها جایز است و به کدام اینها قسما در بعضی حالات شاید ممکن باشد و در بعضی حالات ممکن نیست و تقلید در کدام جای دین ممکن یا ممکن نیست. علما بارک الله فیکم مسلمان ها را در مسئله تقلید به سه قسم در رتبه بندی علمی به سه قسم تقسیم میکنند. اولین رتبه علمی، بالاترین رتبه علمی، همیشه در بین مسلمان ها یک عالم های بزرگی هستند که عدد های کمی قلیلی دارند که اینها را مجتهدین گفته میشد. مجتهدین کسایی که بر رتبه بالای فهم علمی رسیدند از نظر منهج اهل سنت و جماعت، از نظر علم های وسائل و حدیث، علم رجال، تفسیر و غیره، به درجه بالای علمی رسیدند که اینها اجتهاد دارند و اینها مرتبه علمی خیلی بالا دارند. علامه های اهل سنت و جماعت که برای اینها مقلد شدند به یگان کسی، یعنی بدون فهمیدن دلیل سخنی کسی را گرفتنشون، بدون کافتکاو سخنی کسی را از این یک بار قبول کردنشون حرام است. به این چنین علما درست نیست که فلان عالم گفتن ما میرویم، گفتن درست نیست. این عالم از نظر دین الله وظیفه دارند و مسئول هستند که
آموزند، گفتگو میکنند یک مسئله رو پیش از اینکه قبول اول میکنند، حرکت میکنند، اجتهاد میکنند و بعد از این قبول یا رد و غیره، یا یک سخنی رو اختیار میکنند که موافق سخنی کسی باشه، لیکن بعد از نظر کردن به دلیل این چنین علما و علامه ها و مجتهدین اسلام برایشان تقلید کردن به یک کسی، به یک آدم معین حرام است، بلکه اینها اهل اتباع هستند. اینها به فرض است که همیشه در حالت اتباع علمی، نظر و فهم و درک و گفتگو و تحقیق قرآن و سنت و فهم صحابه رضی الله عنهم باشد. و این چنین علما هستند در هر یک دور و زمانه. چه که امروز در دور زمان ما علماهای اهل سنت و الجماعه از مفسرین، یک از علمای بزرگی از مفسرینی که وفات کرد مجتهد علامه اهل سنت بود رحمه الله، صاحب کتاب اضواء البیان، صاحب کتاب مذکره فی اصول الفقه، محمد امین الشنقیطی رحمه الله. بارک الله فیکم. یا امروز چقدر علمای مجتهدین بزرگوار هستند. این طبقه اول که برایشون تقلید حرام است. طبقه دوم اینها تقلید به یگان مذهب معین نمیکنن، جایز نیست برایشون، نمیگن. اگر چه خودشون مثلا بعضشون حنبلی گفتن یا مالکی گفتن، به این معنا نیست که سخن امام مالک را هر سخنی که گفت قبول بکنند، امام احمد ابن حنبل هر سخنی که گفتن قبول بکنند و خطا باشد هم همون تایید بکنند و نه من در همین مذهب تمام کنم. نه، این تقلید است، این گمراهی است برای این علما. اینها میگن که اگر گویم که من حنبلی هستم مثلا، به این معنا میگن که هر جایی که سخن احمد ابن حنبل موافق است و دلیل دارد قبول است، جایی که خطا کرد قبول نیست. اینها ملزم یک مذهب نیستند. اگر بعضی از باب این که در بین قومشون هستند خودشون به الفت و این آن حنبلی و غیره گفتند، انا همین معنی دارد. اینها علمای هستند که خطاگی مذهب خود ذکر میکنند و غیره. انا کنون قسم دوم در طبقه بندی رتبه علمی، طالب علم های هستند که هر دور و زمان دارد، اینها به درجه رتبه اجتهاد نرسیدند. اینها طالب علم های اهل سنتی هستند که میتوانند که مذهب ها را نظر بکنند، در یک مسئله دلیل های مذهب ها را نظر بکنند، صحیح را از ضعیف جدا بکنند، سند ها را فهمند و بالاخره قرآن و سنت را به فهم صحابه دریاب کنند و قول صحیح را پیروی کنند. برای اینها هم حرام است پیروی کردن، یعنی بگویم پیروی نه، تقلید کردن درست نیست. برای اینها هم حرام است. برای چی؟ برای که اینها اهل نظر هستند. البته اینها اهل مجتهدین نیستند. اینها اهل نظر، اینها را اهل اتباع میگن. طبقه اول مجتهدین میگن، اهل اجتهاد. این اهل دوم را اتباع، یعنی کسایی که دلیل ها را میبینند از مذهب ها، دلیل کدامین مذهب قوی تر باشد همون میروند. در بعض حالت شاید این 4 مذهب نبود، دیگر مذهب به صحیح تر باشد و مسئله همچنین هم هست. بالاخره این چنین طالب علم ها هستند. ما طالب علم ها در همین رتبه هستیم. یک چند سال میخونید، 10 سال، 15 سال، 8 سال و غیره و غیره، و شما مجتهد نیستید، لیکن میتونید که دلیل های 4 مذهب رو نظر بکنید، اصول مذهب ها رو بدانید و میدونید که کدام مذهب چی اصول دارد، دلیل ها رو میبینید که کی چگونه دلیل آورد، در زیر دلیل اونها فهم صحابه، سند های دلیل میتونید ببینید و قول راجح اختیار بکنید از درون مذهب. و این طالب علم هم در بعض مسائل یا مسائل های نازله، البته در بعض مسائل اگر از سبب اینکه سخنها خیلی کم است، مسئله نو پیدا شده است، به یکی از علما پیروی کند، زیرا که دلیل های دیدنش مشکلی هست، نازکی است، بکند در بعضی مسئله. لیکن یک انسان طالب علم است، بخواند، یک چند وقت تعلیم گرفته و بیاد بگوید که من در مذهبی مالکی هم، تمام، دیگر مذهب به گذشتن درست نیست، پیروی کردن از مذهبی مالکی فرض است، ولی گمراه است. این یک مبتدی است، ضال و مضل است. یا کسی بیاد بگه که من 10 سال خوندم، لیکن مذهبی ابو حنیفه پیروی کردنش واجب است، فرض است، از این مذهب برآمدن گمراهی است، مذهبی حق فقط همین است. گوید این چی گفتنی سخن است؟ معناش همین است که این فهم، پیروی، اتباع امر الله که اتباع بود به قرآن و سنت و فهم سلف را به یک طرف گذاشت، پیروی کردن از دین را به یک طرف گذاشت، مراد الله و رسول الله را به یک طرف گذاشت و پیروی کردن از مذهب را واجبات دانست که به این دلیل نیست.
هر چیزی رو که وجود میگه دلیل داره، یک گمراه است. برای همین ما علمایی که امروز هستند و میگن که تقلید مطلق واجب است، تقسیمات رو ذکر نمیکنند. تو عالم باشم میگن تو پیروی باید بکنی، تو طالب علم باشم پیروی برای تو واجب است. این سخنی بافته و ساخته و یک وحی شیطان است، این فریب دادن مردم است. و بعد از این مذهب حنفی به پیرو شدن واجب است میگویند، خودشان از ابو حنیفه خودشان ابو حنیفه است. سخن ابو حنیفه رو اونها به شما نمیگن، میگن که مذهب ابو حنیفه به تو واجب است که باید از مذهب ابو حنیفه باشی. بعد از این چی؟ بعد از این خودش به تو افسانه میگوید و میگه که انا این مذهبی ابو حنیفه است، تو فرض است پیروی کن. تمام، تو را به نام مذهب ابو حنیفه غلام میکند، عقل تو را به زیر تصرف خود کاملا میدراند. اینها کسانی هستند که مغزهای شما را به یک حالت سنگی کلوخی گرفتار کرده، مغزهای شما را به غلامی وادار میکنند. اگرچه جسمان شما خود را آزاد حس میکنید، شما از جانب فرهنگی، ذهنی، عقلی شما غلام هستید، در زیر کنترل اینها هستید که به نام مذهب ابو حنیفه شما رو گمراه کردند. حالا که ابو حنیفه این چنین تقلیدی که علما را، طالب علمان را فرض گفته باشد به مذهب حنفی انکار کردند، این را حرام میدانند. گفتند که اذا جاء الحديث اذا صح الحديث فهو مذهبی، حدیث صحیح مذهبی من است. سخن مرا و اذا خالف قول رسول الله فاضربوا بالجدار، اگر سخن من به سخن رسول الله زید و به دیوار زنید. این سخن دلالت کننده به انکار تقلید است. یعنی ابو حنیفه گفته شدند که سخن من را تقلید نکنید، متابعت کنید. متابعت همین است که دلیلش را بینید، دلیل صحیح باشد گیرید، دلیل ضعیف باشد نگیرید. تقلید اصلا ابو حنیفه نگفتن تقلیدی عموی اجماعی مطلقی را. برای همین میبینید که میگه یگان نفر میگه از تقلید کردن بیرون بر آمدنش درست نیست. اگر کسی تقلید نکند، این علماهای اهل بدعت چی میگویند؟ علما اصول تواقید میگن که این لامذهب است. لامذهب یعنی مذهب ندارد. پیروی کردن از صحابگان را یا که پیروی کردن از قرآن و سنت با فهم سلفی این امت رو که انمی مذهب است، مذهبی حق است. نام مذهب مذهبی حق، این را مذهبی یک راه و روش منهج میگه، منهج رسول الله گذاشته، مدرسه و شاگردان رسول الله تعلیم داده، انمی راه نشان داده رسول الله، اینها باطل میگن، میگن که لا مذهبی این کفر است. میگن یعنی هر کسی که دلیل ها را نظر بکند، به دلیل های قوی دست بزند، به علم دست بزند و بگوید که پیرو شدن از یک انسان معین، خواه ابو حنیفه باشد، خواه احمد ابن حنبل، خواه مالک، خواه شافعی، واجب نیست. یگانه کسی که به او پیرو شدن واجب است این پیامبر صلی الله علیه وسلم. همین سخن اگر ما گوییم و عمل بکنیم، علماء سو، این علمای اشعری ماتریدی گمراه طاغوت پرست میگن که این انسان گمراه نامذهب است، بی مذهب است، این کفر دارد و کافر است، تکفیر میکند. شما میدونید که این خوارج ها چقدر طالب علم ها و علمای اهل سنت تکفیر میکنند و منهج پیامبر منهج اعوذ بالله باور بکنید. شما شاید بگویید که این زیاده روی است، نیست. اینها منهج رسول الله گذاشته رو منهج کفری گفتند، زیرا که رسول الله به ما مذهب ابو حنیفه نگذاشتند، رسول الله به ما مذهب احمد و مالک و شافعی نگذاشتند. این چیزها بعد از 400 سال رسول الله به وجود آمد. رسول الله به ما قرآن و سنت به فهم سلف این امت گذاشتند. پس اگر ما به قرآن و سنت به فهم این سلف این امت علمای ما و ما طالب علم رویم، اینها میگن که تو کافر هستی، تو بی مذهبی، تو کافر هستی. پس اینها ضد قرآن و سنت و ضد منهج صحابه هستند و این سخنشون خودش کفر است. همین سخن این علما به نام تقلید و بعد از تقلید واجب است گفتن، بی مذهب ها گمراه است و کفر است گفتن، رد کردن قرآن، رد کردن سنت، رد کردن منهج صحابگان، رد کردن تعلیم رسول الله است. فهمیدید؟ این دو طبقه انسان ها بود، مجتهد و طالب علم. مجتهد مطلقاً به کسی تقلید نمی کند. طالب علم گفتیم در بعضی از مسائل نوازل نو به وجود آمده، بله هیچ باکی ندارد. بعد از این طبقه سوم و آخری، طبقه عامه الناس، مردم عامه، مردمی که عالم هم نیستند، مردمی که طالب علم هم نیستند و مردمی که حتی زبانشون عربی نیست که یک چیز رو خوانند و فهمند، مردمی عامه که جملتاً عقیده رو، دین رو تفصیلی نمیدونن، به تقسیماتش نمیدونن، بالجمله میدونن. میگن که الله یکتا است
ما همه کفر شرک انکار میکنیم، طاغوت انکار میکنیم، الله یگانگیش اثبات میکنیم که در بالای عرش است، کلام الله مخلوق نیست، الله دست دارد و پای دارد و دیده میشود و روز قیامت و جنت و دوزخ و مرگ و عذاب دوزخ و بگیم عذاب قبر و مرگ و اینا همش زنده شدن بعد از مرگ و محشر همش حق است. ایمان به کتاب و ملائکه و به همین چیزها میاریم و به تقدیر نیکی و بدی میاریم، یعنی 5 اسلام و 6 ایمان به وجود میارن. لیکن عمومی معنای لا اله الا الله میفهمن، شرط و شروطش به صدق و علم و این و آن به معنای لا اله الا الله دارن. انا اینها مسلمان های عامه هستند، عامه ظاهرا نماز میخوانند، اصول دین دارند اما زبان عربی و علم ندارند. این بیچاره ها از سبب عالم نبودن، خودشون کتاب گرفته نخوندن، حق بگیم یا بگیم در باب اختلاف مذهب ها کدام از این مذهب ها حق بودنش رو پیدا کرده نمیتوانند، زیرا که طالب علم نیستند. اینها مرحله سوم. برای ان همچنین انسان ها تقلید به 2 شرط جایز است. یعنی یک چند شرط ها رو علما ذکر کرد، ما این رو میتونیم 1 یا 2 شرط بگیم. یکم شرط اول، این انسان وقتی که به یک مذهب معینی در منطقهش حنفی است به حنفی پیروی کرد، پیروی میکند، باید بداند که پیروی نباید در مسئله اصل دین باشد. پیروی در باب اصل دین اعتقاد درست، تقلید درست نیست، حرام است. قول راجح همین است. پیروی را فقط در باب فقه، نماز، روزه، حج، زکات و غیره، مسائل مثلا نکاح و طلاق و بعضی از مسائل جنایات و غیره، یعنی تقلید در همین مسئله بکند، نه در مسئله اصول دین. در مسئله اصول دین به هر یک مسلمانی که خودش مسلمان میگه فرض عین است که بیاموزد و بفهمد اصول دینش. نه آموخت و نفهمد جاهل است، کافر مشرک است. جاهل ماندن در حق الله، جاهل ماندن در بالای توحید، جاهل ماندن در بالای شناخت رسول الله و اصول دین، این کفر اکبر است. این خود بدانید بنام مسلمان ها، شما حق ندارید که تقلید در اصول دین بکنید، در مسائل اصول اعتقادی تقلید بکنید. شما باید مسلمانی را آموزید که این اصول دین را مدت 1 ماه 2 ماه شما میتونید که آموزید. چگونه مسلمان دین نمایید؟ شما مسلمان نمیشید. اما در مسائل فقهی بلید، در مسائل احکام فقهی اختلافی به مذهب ابو حنیفه در نماز خواندن و روزه داشتن و حج کردن و غیره تقلید کردید. شرط دوم جایز بودنش همین است که اول به عقیده به فقه، شرط دوم همین است که متعصب نباشید، یعنی نگویید که یگانه مذهبی که حق است حنفی است، نگویید که یگانه مذهبی که حق است شافعی و مالکی و حنبلی است. نه، نگویید این سخن رو، بلکه وقتی که شما پیروی از مذهب میکنید خالصاً باشد بگویید که من حاضر فقط همین مذهب میدونم. وقتی که به من اثبات شد، به من رسید مخالف همین مذهب قرآن و سنت، من قرآن و سنت قبول میکنم بگویید، قول صحابه ها را قبول میکنم بگید، اجماع صحابه ها را. به مانند چی؟ به مانند شما مثلا در مذهب ابو حنیفه هستید، در وضو مذهب حنفی میگن که مسح کشیدن به گردن یکی از فضائل یا مستحبات وضو، یکی از نمودهای وضویی که در وضو داخل میکن. دیگه همه سلف میگن که این روایت ضعیف است، پیامبر یگان مراتب مسح کشیدن. همه علما وقتی که گفتن که ضعیف است، صحابه ثابت نشد، چیزی که از پیامبر ثابت نشد، صحابه ثابت نشد، همه علما این انکار کردن. تو تعصب به مذهب حنفیت نکن، بگیرین حق بگیر، نیست به گردن مسح کشیدن. یک، در مذهب حنفی میگویند که انمین آب مردیه که از مرد میبرد آب منی میگن، منی انمین نجاست است و همین چیز مخالف به سنت و مخالف به همه این مذهب است. دلیل به چی اومد؟ دلیل بگیر. این سخنی که حنفی دارن ضعیف است. مذهب حنفی میگویند در عقب در مسئله نماز رفع یدین کردن این سنت نیست، منسوخ است و این است و آن است و غیره، گفتند و ساختند. به شما حدیثی امام مسلم آمد و 10 حدیث دیگر میگوید صحیح، علمای محدثین بزرگترین صحیح کردند، همه هزارها علما گفتند که این است حق.
صحابه ها ثابت کردند که هزارها صحابه رفع الیدین میکردند. از پیامبر ثابت است. شما میگید نه نمیگید. من نه بخاری نه مسلم نه این، زیرا که امام بخاری کتاب نوشتن در بالای رفع الیدین فی قرة العینین فی الصلاة گفته. اگرچه این حدیث ها در صحیح بخاری نبود لیکن علیه نوشتن. شما همه این حدیث ها رو میپرتوید، همه صحابه رو میپرتوید، میگید که حنفی من حنفی به پیروی شدن واجب است. این گمراهی است. یعنی با آدم عادی تقلید، یعنی بدون فهمیدن حجت پیروی کردن از یک مذهب همان وقت درست است که اولا در باب عقیده نباشد، اصول عقیده، ثانیا در مسائل فقهی باشد، یعنی ثانیا وقتی که دلیل آمد دلیل رو قبول بکرد، یعنی متعصب نباشد یا غلو کرده در مذهب نباشد، به خاطر مذهب الولا و البرا نکند. الولا و البرا دوستی و دشمنی به خاطر الله و رسول الله است، به خاطر دین است، نه به خاطر مذهب. وقتی که تو به خاطر مذهب الولا و البرا کردی، کسی که مذهب حنفی نیست گمراه است، کسی که از مذهب حنفی برآمد کافر است گفتی، تو یک گمراه هستی، تو یک مشرع هستی، تو یک کسی هستی که چیزی را بدین ساختی. و هر کسی که به همین سخن علما پیروی کرد، همین علماش را به خود راب گرفت، خیلی که یهودها به خود علما را راب گرفتند. از همین جد بارک الله فیکم. این سه طبقه انسان ها بود که آدم های عادی هم تقلید کردن مطلق درست نیست، باید کافت کو بکنند. خصوصا در باب عقیده گفتیم. حالا ما میرویم که در کدام باب ها، در کدام قسم دین تقلید درست یا نادرست. بارک الله فیکم. چخیلی که سخنی اینجا محمد بن عبد البر هست که میگن ولم يختلف العلماء ان العامة عليها تقليد علمائها وانهم المرادون بقوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سورة الانبياء هفتم واجملوا ان على ان الاعمى لا بد له من تقليد غيره في القبلة. این در مسائل فقهی است. این سخن ها محمد بن عبد البر صاحب کتاب التمهید گفتند در زیر سوره الانبیاء هفتم که یگان نفر از علما اختلاف نکردند که انسان‌های عامه که کسایی که مجتهد علما و طالب علم هستند، عادی مردم هستند، مسلمان‌ها، برای اینها تقلید درست است. تقلید از کی میکنند؟ نگفتند که از صاحب مذهب میکنند، تقلید از علما میکنند. حقیقت تقلید این عامه، حقیقت این مردم عامه رو وقتی که نظر میکنیم، اگرچه خود را من حنفی هم گفتم میکشند، لیکن اینها پیروی از ابو حنیفه نمیکنند. اینها مقلد به ابو حنیفه نیستند، اینها مقلد به همون عالمی همون منطقه خود هستند. رفته پرسیدی ایشانت پیری تو یک گپ گفتی انمی این است، گفت دلیل هم ناورد، سنت هم هیچی ناورد، پیروی کردی تو اصلا به ابو حنیفه پیروی نکردی، به همین ایشانت. امام تو ابو حنیفه نیست، امام تو همین ایشانت است، به همون پیروی کردی. این در مسائل فقهی، این سخنی که جایز است در مسائل فقهی، نه در مسائل عقیدوی. اما کسایی که تقلید را جایز میگویند، دلیلی که میگن فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون سوره انبیاء هفتم، اهل ذکر علما را بپرسید اگر ندانید، ما این مسئله را جواب میگیم. لیکن این برعکس حجت ما هست، کسایی که تقلید این کار میکنند. ما میگیم که الله در اینجا نگفت که فاسألوا علما، امام نگفت اهل الذکر، بپرسید اهل ذکر رو، یعنی اهل قرآن رو، اهل سنت رو، از آن چیزی که نمیدونه. اون کسانی که صاحب علم قرآن و سنت هستند، یک عالم هستند و به شما در وقت جواب گفتن از قرآن و سنت سخن میکنند، اهل ذکر قرآن است. از همون رفته سوال کنید و اینها به شما به دلیل جواب بدن. وقتی که یک عالم رو سوال کردید و به سوال شما به دلیل جواب گفت، از قرآن و سنت فهم سلف کردی، این سخنش رو وقتی که شما قبول کردید، شما مقلد نشدید، شما اتباع کردید، متبع شدید. فهم شد متبع این امر است. فقط این عالم به شما نقل کرد قرآن و سنت رو، سخن خودش رو نگفت. زیرا که ذکر این قرآن است. خیلی که الله میگه انا نحن نزلنا الذکر لتبین للناس ما انزل الیهم، ما به تو ذکر رو پیامبر صلی الله علیه و یعنی سنت رو نازل کردیم تا که قرآن رو به واسطه سنت شرح بدهی، تفسیر بکنی. در اینجا ذکر چی شد؟ سنت شد. در جای دیگر الله سبحانه و تعالی میگه ما به تو ذکر رو نازل کردیم، یعنی قرآن رو. قرآن همین ذکر است. فهل من مدکر، پیش از همین آیتی که اومده است
یسن ذکر فالمدکر، یعنی قرآن رو الله سبحانه و تعالی در کلامش با کلامش گفته است که قرآن ذکر است، سنت ذکر است. بارک الله فیکم. إن نحن وإنا له لحافظون والله أعلم آیاتی بود. بالاخره ذکر قرآن و سنت است. وقتی که یک عالم رو پرسیدید که از قرآن و سنت به شما جواب میگه، این تقلید نیست، این متابعت است. حالا فهمیدید؟ انا کنون در کدام ما این مسئله موضوع سوم به پایان رسید. بله، علما مجتهدین بودند، بعد از این گفتیم طبقه دوم طالب علم، بعد از این مردم عامه که تقسیمات و تفصیلاتش رو ذکر کردیم. و همین هم مردم عامه گفتیم در کجا؟ در فروع. انا کن مسئله چهارم به وجود میاد. مسئله چهارم همین است که آیا تقلید کردن به عامه، مردم عامه که تقلید کردن براشون جایز گفتیم، در همه تقسیم، در همه مسائل دین تقلید میکنن یا نه؟ پیش از اینکه به این سوال جواب بگیم، مقدمه همین است که دین ما تقسیم است، تقسیم شده است، به سه قسم تقسیم میشد. یکم اصل دین، دوم واجبات دین و مستحبات. علمای بزرگ گفتند به مانند امام الظهری یا که به امام الشافعی و غیره که دین به دو قسم تقسیم میشد، اصل دین و فروع دین، فروعات. در اصل دین تقلید کردن علما اختلاف کردن میگند، لیکن سلف صالح اختلاف نکردن که تقلید در اصل دین نیست. اختلاف بعد از سلف از اشعری و ماتریدی به وجود آمد. قول راجح و صحیح که سلف صالح میگفتند تقلید در اصل دین، در اعتقاد، در مسائل بزرگ وجود ندارد، حرام است، به همه جایز نیست. همه باید عقیده را آموزد، همه باید لا اله الا الله را آموزد، همه باید محمد رسول الله را آموزد، همه باید کفر بالطاغوت را بیاموزد و بداند، همه باید توحید ربوبیت و الوهیت و اسماء و صفات را بداند، مسائل اصولی را بداند، باید الولا و البرا را باید بداند. این را ندانست جاهل است، مسلمان نیست، قول دین هم نفهمیده است. اصول دین کسی که نمیداند مسلمان نیست. معنای لا اله الا الله باید بداند. الله امر کرد، امر الله فرض است. فعلم انه لا اله الا الله، بدان بیاموز که نیست معبود برحق از الله. امام البخاری بابی را گذاشتند العلم قبل القول والعمل، علم پیش از سخن کردن و پیش از عمل کردن است گفتند، خصوصا در مسائل کبار بزرگ. پس در قسم اول دین، اصل دین، تقلید حرام است به همه، خواه مجتهد باشد، خواه عالم باشد، خواه طالب علم باشد، خواه عامه باشد. مسلمانی تقلید نمیکنی، تو باید آموزی اصل دین، تو باید سوال بکنی، بدلیل گوش بکنی و بدلیلش بگیری، یا خوانی و بیاموزی و غیره. زیرا که آموختن به سوال میشد، به قرائت میشد، به نشستن و غیره، گوش کردن. اما دومین قسم دین این فروعات دین است. ابن قدامة المقدسي رحمه الله میگه که و اما التقلید فی الفروع فهو جائز اجماعا لعامة الناس. اما تقلید نمودن در مسائل فروعی، در اصل دین نه، در فروع، در قسم دوم جایز است به اجماع علما، به عامه مردم، اما به شرطی که ما ذکر کردیم، به شرطی که غلو در مذهبت نکنی، متعصب نباشی. وقتی که قرآن و سنت و حجت آمد بر مخالف مذهبت، قرآن و سنت و حجت را بگیری و مذهبت را ترک بکنی. و سخنی چهار مذهب همین است و ما این سخنهای چهار مذهب را در پیش کتاب فرض العین ذکر کردیم. کتاب فرض العین رو ببینید، پیش به ذکر کردیم تو که همین از یاد بکنید، خیلی ضرور است. و بعد از این شرط دوم این که شما باید بدونید که تقلید فقط در فروع جایز است. برادر عزیزم، بارک الله فیکم، فهم شد چهار مسئله خیلی هم مهم که این مسائل یکی از مسائل های بزرگ در باب تقلید است. این درس هم درس خیلی هم بزرگ در باب تقلید است و با همین شما چهار موضوع را خوب آموزید، گوش بکنید. وقتی که چهار موضوع را آموختید باذن الله در حلقه آینده به شما در باب دلیل ها برای ابطال تقلید، باطل کردن تقلید، باطل بودن تقلید، عاقبت تقلید گمراهی بودنش، امر الله تقلید نبودنش، بلکه امر الله به اتباع بودنش، در صحبت آینده صحبت میکنیم، فردا یا پس فردا. زیرا که این مسئله اگر طولانی سخت شود هم خیلی هم جمع کردن گرفتن این موضوع برای مردم عامه وزنی نمیکند. لیکن حالا چهار موضوع رو، معنای تقلید،
فرق لغة و اصطلاحاً فرق تقلید و اتباع. و بعد از این کدام انسان ها برایشون تقلید دربارش سخن است، تقسیمات انسان ها در دین، و بعد از این در کدام موضوع تقلید جایز است، اصول و فروع صحبت کردیم. و در حلقه آینده یا در صحبت و محاضره آینده به شما از قرآن، دلیل های قرآنی و از سنت و از اقوال صحابگان و تابعین و تبع تابعین اثبات میکنیم، از 4 مذهب اثبات میکنیم که همه آنها تقلید را منع کردند، مذمت کردند، تقلید را واجب گوییش را نه، تقلید هست گویی را ضلالت دانستند. هر کسی که تقلید را واجب میگد او را گمراه دانستند. یک مبتدی ضال و مضل از خیر خانه‌اش هم گمراهتر دانستند و انکار کردند تقلید را، بلکه امر به اتباع کردند، پیروی کردن از قرآن و سنت، پیروی به علما در اساس دلیل کردند، گفتند که باید در اساس دلیل باشد. انا این موضوع رو باذن الله صحبت رو انشاءالله در حلقه یا در صحبت آینده میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك برحمتك يا ارحم الراحمين.